به نام خدا. سلام، حسام معماریان هستم، مدیر مجموعه کوست. امیدوارم که حالتون خوب باشه، شاد باشید و در حال پیشرفت. موضوعی که میخوایم راجبش صحبت بکنیم موضوع به شدت ترسناک، به شدت ناشناخته و به شدت مهم برای تک تک افراد. پول و نحوه خلق پول و سازوکار پیچیده و پنهان سیستم خلق فیات. و اما چرخه پنهان خلق پول چیه؟ چی میدونی از این بازی عجیب و غریب؟ خیلی کم. اگر بخوام بگم این موضوع از نظر من چقدر مهمه، اگر 3 تا مفهوم و 3 تا پارادایم باشه که ما واقعا باید درکش کنیم که توی زندگی ما جزو مهمترین مفاهیم، نه راجع به بازار مالی، به صورت کلی باشه، حتما یکیش اینه. به قدری این موضوع از نظر من مهمه رفقا که واقعا اگر من بخوام تصمیم بگیرم توی دوران مدرسه، دوران دانشگاه، توی رادیو، تلویزیون، همه جا راجع به این مسئله و ابعادش صحبت میکنم، ولی نکته همینجاست که هیچ صحبتی راجع به این قضیه نمیشه، نه در تلویزیون، نه در مدرسه، نه در دانشگاه، نه در هیچ وقت و هیچ زمانی این قضیه شفاف برای مردم توضیح داده نمیشه و دقیقاً این کاریه که میخوایم اینجا بکنیم. وقتمون رو تلف بکنیم، چرا که خب وقتمون زیاده، میخوایم راجع به موضوع خیلی بی اهمیتی صحبت کنیم ما هم که در نهایت هم فکر نمی‌کنم نتیجه خاصی داشته باشه. پس با هم دیگه می‌خوایم وقتمون رو تلف بکنیم، هم من هم با عرض معذرت شما، و این موضوع رو راجبش صحبت بکنیم، چون من فکر نمی‌کنم که بتوان نتیجه قابل قبولی یا بذارن نتیجه قابل قبولی بگیریم. پس بریم یک استندآپ کمدی رو دور هم اجرا بکنیم. چرخه پنهان پول، مسئله‌ای که می‌خوام راجعش صحبت بکنم و ما خواهیم فهمید چطور در چه سیستمی این اتفاق میفته، اصلا پول چیه، سیستم واقعی که پول توش خلق میشه و سازوکارش چیه، رابطه مردم، نرخ بهره، بانک‌های مرکزی با این سیستم چیه و در نهایت چه میتوان کرد. در درجه اول برای اینکه به یک درک نسبی نسبت به مفاهیمی که می‌خوایم صحبت بکنیم برسیم، باید بگیم که پول واقعی چیه. من خیلی نمیخوام کلیپ طولانی بشه، حوصله سربر بشه، مفاهیم بسیار مهمه، بخشیش رو الان میگیم، بخشیش رو باز بهش خواهیم پرداخت و خب میتونید بخونید. پول باید امکان تقسیم شدن داشته باشه، پول باید خراب نشه، پول باید مورد پذیرش عموم قرار گرفته باشه، پول باید امکان جابجایی داشته باشه و دو پول در دو نقطه متفاوت باید ارزش یکسانی با هم داشته باشن. اما اون چیزی که از نظر من اصل داستان رو متفاوت میکنه مورد 6، یعنی مقدار پول در گردش باید محدود و کنترل شده باشه. یعنی میزان اون پول باید محدود باشه، نباید بتوان اون میزان پایه رو زیادتر کرد. این یعنی پول و اون چیزی که ما بهش میگیم پول واقعی. اما تفاوت پول واقعی با این چیزی که الان ما به اسم پول میشناسیم چیه؟ این چیز فعلی اسمش فیاته، پول نیست. پول به معنای کارنسی گفتیم ویژگی هایی داره که در این چیز فعلی که مجبوریم بهش بگیم چیز دیده نمیشه. فیات به معنای پولی است که ارزش ذاتی نداره. اون نمونه‌ای که گذاشتم میتونید ببینید پول در واقع چیزی شبیه به کامودیتی ها، علل خصوص طلاست، و فیات چیزی شبیه به این کاغذهایی که امروز شما بهش میگید ریال، میگید دلار، میگید پوند، ین و غیره. و پشتوانه فیات چیزی نیست جز اون حکومت، دولت و قدرتی که پشت اون فیات قرار گرفته. اما پول محدوده و ویژگی‌های خاصی داره که در فیات پیدا نمیشه و ما به این کامودیتی ها میتونیم پول بگیم و متاسفانه امروز ما به چیزی که اسمش پول نیست میگیم پول، بلکه اون فیات کارنسی نیست و پول مفهوم دیگه ای داره. برخلاف تصور رایج، دولت‌ها مستقیم پول خلق نمی‌کنن. مردم فکر می‌کنن دولته که پول چاپ می‌کنه به اصطلاح و پول خلق می‌کنه، بلکه این گزاره درستی نیست. دولت‌ها میتونن پول کاغذی رو به عنوان
در واقع پول یا اون سکه ها رو که امروز ما دیگه نمیبینیمشون چاپ بکنن، اما این مقدار بسیار بسیار کمه. اون سیستمی که فیات رو خلق میکنه سیستم بانکی و بانک های خصوصی هستن. این چیزی است که اکثر مردم در رابطه باهاش اشتباه میکنن. چطور این اتفاق میفته؟ تصویر رو با هم دیگه ببینیم. عزیزی میره توی بانک، $100,000، $100، 100 میلیون فیاته. حالا پشتش هر چیزی میخواید بذارید تفاوت داره. اتفاقا این هم یک بازی طبقاتی جالبه، اما در اصل نه. روی بانک میذاره. بانک میاد و $90,000 از اون 100,000 تا رو وام میده. آقای ایکسی که وام گرفته میره اون پول رو خرج میکنه، میبره توی بانک دیگه ای سپرده گذاری میکنه. $90,000 بانک میذاره، یه بخشش میذاره کنار، که میگم این بازی شوخیه، این جمله یک حرف نادرسته، اما فعلا با من همراه باشید. و $81,000 از اون پول رو دوباره وام میده. دوباره این چرخه ادامه پیدا میکنه و همینطور که میبینید 100,000 تا میره تو، 900,000 تا به راحتی بعد از چند بار گردش فیات خلق میشه. توسط کی؟ توسط سیستم بانکی. بیایم خودمون رو بذاریم جای بانک. وقتی من میتوانم فیات خلق کنم، چطور؟ خیلی راحت. توی ترازنامه‌ام با یه اینتر میام و چیزی به اسم تسهیلات، وام، ولی در اصل خلق فیات انجام میدم. وقتی بتونم این کار رو انجام بدم، خب تصمیم من چه شکلیه؟ تصمیم من این شکلیه. من میگم اگر بتوانم 1000 میلیارد فیات ریالی خلق کنم و بعد از یه مدتی 1500 میلیارد فیات ریالی پس بگیرم، پس من خلق میکنم. یعنی تصمیم ساده است. اگر بتونید، شما که قدرت خلق فیات رو دارید به عنوان یک بانک، یک حجمی از فیات رو خلق کنید، بدید به یک ایکسی، به یک آقایی، به یک دوستی، به یک رفیقی، به یک همسایه‌ای، و اون برای تو کاری بکنه که 1500 تا بهت برگردونه، تو اون فیات رو خلق میکنی. اما بعد از خلق شدن چه اتفاقی میفته؟ اون فیات به تعداد فیات‌های موجود اضافه شده، اما تو 1000 تا دادی، 1500 تا پس گرفتی، پس تو سود کردی. حالا بریم جلوتر. اشتباه دیگه ای که افراد و تصور غلطی که دارن اینه که ما میریم پولمون رو میذاریم تو بانک، سپرده گذاری میکنیم، بانک با پول ما وام میده. و سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید به دنیای بانکداری. هیچ رابطه ای بین سپرده مردم در بانک و میزان وام و خلق فیاتی که بانک ها انجام میدن وجود ندارد. هیچ رابطه ای، نه در ایران نه در هیچ کجای دنیا. بانک ها بر اساس احساسات نسبت به وضعیت موجود فیات خلق میکنن و هیچ محدودیتی در خلق پول ندارند تا زمانی که یا خودشان را نابود کنند یا مردم را. بازی یعنی مسئله‌ای که برای خیلی از افراد اشتباه توضیح دادن اینه: بانک صرفاً یک عدد ناچیزی از فیات رو از مردم گرفته به نسبت اون چیزی که میده بیرون و خلقش میکنه توی ترازنامه خودش به عنوان تسهیلات، وام و چیزی که شما باش آشنایی دارید. پس هیچ رابطه‌ای در این موضوع نیست. فقط بانک ها نسبت به احساساتی که نسبت در واقع به اقتصاد اکنومی دارن، اینکه حس میکنن میزان بازده چقدر میتونه باشه، ریسک ها چیه، و مالی بانکی که خب یک درسی است و یک فلسفه یا میشه ساعت ها راجع به همین موارد صحبت کرد، تصمیم میگیرن که چقدر خلق کنند و این هیچ ارتباطی به میزان سپرده‌ای که توی بانک وجود داره یا میزان دارایی‌های بانک نداره. پس بیاد یه نگاهی به بانک‌های ایرانی بندازیم. خلق اعتبار پولی در ایران چه شکلیه؟ همینطوری که می‌بینید این نسبت به اون درصدهایی که روبروی اسم هر بانک نوشته شده، میزان خلق فیات تسهیلاتی که بانک‌ها دادن بیرون روی ترازنامه با زدن دکمه اینتر خلقش کردن و به نسبت میزان دارایی‌هاشون. همینطوری که می‌بینید بانک‌ها صدها برابر میزان دارایی خودشون که بعضا منفیه دیگه اصلا به شدت عجیبه، صدها برابر میزان دارایی خودشون فیات خلق کردن. پول ما، پول آمریکایی‌ها، پول اروپایی‌ها فرقی نمی‌کنه. این مثال مال ایرانه. و امید به این که این فیات خلق شده رو با حجم بالاتری پس بگیرن، یعنی 100 تا بده، 150 تا بگیره، میزنه رو دکمه اینتر و خلقش میکنه. و البته توضیح دادیم که بخش بسیار بزرگی از این فیات های خلق شده به حلقه بانکی و قدرت در واقع حلقه اطراف
بانک ها یا بهتره بگیم خالقان فیات برمیگرده و به اونها داده شده که بیشتر توضیح. بریم سراغ بانک مرکزی. ما باید این مفاهیم رو کم کم راجبش صحبت بکنیم. میشه مفصل حتی راجب این موضوع چندین ساعت فقط همین یک اسلایدی که میبینید صحبت کرد. ولی برای اینکه یک درک مشخصی داشته باشیم در این حال هم ساده توضیح بدیم، فعلا بیاید با هم دیگه یکم کار بکنیم تا استنداپ هامون رو بیشتر ادامه بدیم اگر شد. و خدمتتون عرض کنم که بانک مرکزی تو امریکا بهش میگیم فدرال رزرو، حتما اسمش رو شنیدید. فدرال رزرو یک نهاد عمومیه مثل وزارت بهداشت، مسکن، نمیدونم چیزهای شبیه به این که شنیدید، مثل ارتش، مثل سازمان نظامی. نه، فدرال رزرو در امریکا یک نهاد خصوصیه، نه دولتی. و این هم تصور غلطی که برای عموم درست کردن. در واقع بانک مرکزی پدر معنوی بانک هاست. و کار پدر معنوی چیه؟ کار پدر معنوی مسئول و محافظت از بانک هاست، نه مردم. و این اشتباه عجیب و غریبی که علاوه خصوص ما توی ایران و مردم هم توی دنیا، این یک مسئله بسیار ناشناخته است. همونطور که اول کلیپ گفتم، مردم ازش هیچ درک عمومی ندارن و یعنی نخواستن که این اتفاق بیفته. و بانک مرکزی مسئولیت حفاظت از مردم در مقابل بانک ها و شیطان صفت رو نداره. بانک مرکزی وظیفش اینه که هماهنگی بین بانک ها انجام بده که کار درست پیش بره و ازشون حفاظت کنه. مردم وظیفه بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی در ساختار سیستم سرمایه‌داری که ما داریم به نحو ناشیانه ازش کپی میکنیم، یک مجموعه هماهنگ کننده بانک ها در واقع پدر معنوی اون بانک هاست. این ناظم بانک ها که بهش میگیم بانک مرکزی، سنترال بانک که اسمش حالا تو امریکا فدرال رزرو، اینجا بهش میگیم بانک مرکزی ایران، چطور بین بانک ها مدیریت میکنه؟ این مباحث کمی میره توی حوزه بانکداری، کمی ممکنه سخت بشه، من ساده توضیح میدم. خیلی هم برامون بخش دیتیلش اهمیت نداره ولی نمیتونیم ازش بگذریم. داستان چیه؟ داستان اینه که بانک مرکزی در یک اتاقی که به اصطلاح بهش میگن اتاق پای تصفیه وجوه میاد و یک در واقع این یک اتاق فیزیکی نیست، یک ساختار سیستماتیکه. بانک ها رو به هم وصل میکنه. این بانک ها اگر پول اضافه ای دارند اونجا میذارند در آخر روز در زمان تصفیه، یا اگر چیزی نیاز دارند که بردارن، چون اون آقایی که از من پول رو گرفته به عنوان تسهیلات رفته تو بانک دیگه گذاشته، این شبکه به هم پیوسته است. و وقتی که من بانک به یک پولی احتیاج دارم میتونم دست کنم تو اون اتاق تصفیه که رئیسش کیه؟ پدر معنویمون، یعنی بانک مرکزی، و داره هدایتش میکنه، پول بردارم و تصفیه کنم فعلی در واقع تبادلات فعلی روز خودم رو. اگر هم زیاد دارم بذارم. یعنی بانک مرکزی یه بانک بین بانک ها در واقع هست که میتونن ازش سود بگیرن و بهش سود بدن. و اون سازوکار که تصفیه وجوه درش اتفاق میفته باید سودی داشته باشه، یعنی هزینه‌ای داشته باشه برای برداشتن پول، گذاشتن فیات و اون هم نرخ بهره است. اون چیزی که شما تحت عنوان نرخ بهره شنیدید یا دالان نرخ بهره که بانک مرکزی محدوده از اون رو تعیین میکنه، همون عددی است که در اتاق تصفیه وجوه بین بانک‌ها توسط بانک مرکزی تعیین میشه. و این در واقع کلمه‌ای که شما تحت عنوان نرخ بهره شنیدید به این شکل تأثیرش رو روی اقتصاد میذاره، چون پدر بانک‌ها براشون یک جریمه‌ای تعریف میکنه بابت بهره فیات. شاید یه ذره اینجا که میخوام بگم سخت بشه، شاید عجیب بشه، یه ذره با من همراهی بکنید و دل بدید ببینیم که چه میشود. طنز بانکی داخلی. حالا ما یه سیستمی داریم که داریم راجع به کلیت ساختار صحبت میکنیم، در واقع ما داریم ساختار اصلی رو میگیم. اون مسئله که خودش بسیار عجیبه که داریم بازش میکنیم که چه اتفاق ترسناکی داره میفته توی دنیا توسط خلق فیات بانکی، توسط سیستم بانکی و سازوکاری که ما داریم راجبش صحبت میکنیم که در اشل جهان در سیستم بانکی جهانی داره اتفاق میفته و این سیستم داره به طرز عجیب و طنزگونه‌ای توی ایران کپی میشه. یعنی اون مدلی که ما ازش حرف میزنیم که تازه بحث سر اونه، حتی اون مدل هم نیست، در ایران داره یک اتفاق خنده‌دار طنزگونه میفته. بذارید یه ذره این مسئله رو با هم درک کنیم، کارمون خیلی راحت میشه. ببینید
دولت میاد توی ایران به بانک ها میگه که آقا من اوراق قرضه چاپ کردم، باید بیاید اوراق من رو، اوراق قرضه دولتی رو بخرید، یعنی به من الان پول بدید که من بعداً به شما یه چیزی بیشترش رو پس بدم، بهش میگه اوراق قرضه. بانک ها میان میگن که آقا ما شاید نخوایم بخریم. چرا؟ چون من یک نهاد، یه شرکتم، یک مجموعم، میخوام خلق کنم، چرا به تو بدم؟ میخوام برم یک جای دیگه اون پول رو خرج کنم، میخوام اون فیات خلق شده رو برم یه جای دیگه بدم، به یک کار دیگه ای، به یک کسب دیگه ای، زمین بخرم، سهام بخرم، طلا بخرم، به شما چه ربطی داره؟ چرا اوراق قرضه دولتی بخرم؟ اما اینجا مشکل ما اینه که توی ایران بانک مرکزی یک نهاد خصوصی نیست، یک نهاد دولتیه و این ذات خود قضیه که اصلا ساخته ما نیست این سیستم. بس 400 ساله که داره توی دنیا به شکل جدی و به شکل عمومی اجرا میشه. ساخت اون سیستم سرمایه‌داریه و ما کپیش کردیم، اما خنده‌دار. یعنی یک سیستم عجیب ترسناک رو به غلط و طنز کپی کردیم. نهاد بانک مرکزی نهاد دولتیه، دولت میگه که خب این کارو بکن. خب چه اتفاقی میفته؟ بانک ها میرن به بانک مرکزی میگن آقا ما میخوایم اوراق قرضه بخریم، پول، فیات خوب، کمه، اوضاع خرابه. بانک مرکزی هم میگه چشم، من برای شما ترازنامه رو میارم بالا، چند تا عدد توش اضافه میکنم، به اصطلاح بهش میگن که تنخواه رو اضافه میکنیم، شما هم برید بخرید. یعنی تو اون سیستم در واقع، حالا یک سیستمی ما تحت عنوان نرخ رپو یک سری سازوکاری وجود داره که بانک مرکزی توی اون سیستم و اتاق پای تبادلات میاد و این عدد رو در اختیار بانک ها قرار میده، پای پولی رو میبره بالا تا برن اوراق قرضه از دولت بخرن. یعنی چی؟ یعنی بانک ها میگن حالا که ما این کارو برای تو داریم میکنیم، پس پولش رو به ما بده. و یک سیستم عجیبی که بانک مرکزی اینجا هم داره به حرف دولت گوش میکنه، هم داره به دولت ظلم میکنه، هم داره به بانک ها ظلم میکنه، هم داره و همه چی به هم میریزه. و این شکلی در ایران در اون در واقع سازوکاری که شما یک تصویری براتون گذاشتم میبینید، اوراق دولتی توسط بانک ها خریداری میشه و در واقع فیات ریالی خلق میشه. نمودار نارنجی رنگ یا زرد رنگی که میبینیم خلق فیات دلاریه. فیات دلاری که توسط بانک مرکزی امریکا و سیستم بانکداری امریکا خلق شده. نمودار قرمز رنگ میزان تورم امریکا و تورم کشورهایی که از دلار به عنوان فیات خودشون که اسمش رو گذاشتن پول استفاده میکنن. همینطور که میبینید هر چه پول خلق میشود، تورم هم افزایش پیدا میکند، نه به همان نسبت بلکه بسیار بیشتر. خلق فیات موجب تورم میشود، نرخ بهره بین بانکی موجب تورم میشود. این مسئله شاید کمی پیچیده باشه که بعداً راجع به این قضیه حتما صحبت خواهیم کرد. ساختار نرخ بهره چرا موجب تورم میشه؟ خود خلق فیات چرا موجب تورم میشه؟ ولی ذره‌ای که فیات خلق میشه و به میزان فیات‌های موجود در جامعه اضافه میشه تورم، و همچنین ساختار خود نرخ بهره یعنی سود بر فیات‌ها به صورت تضمینی توسط سیستم بانکی هم موجب تورم و چرخه اقتصادی میشه که راجع به این قضیه صحبت میکنیم. بانک، تورم و مردم. فکر میکنید نرخ مرکب تورم 40 ساله توی ایران چقدر بوده؟ 64 میلیون درصد از ارزش پول و در واقع بهتر بگیم فیات و قدرت خرید مردم کم شده. 64 میلیون درصد سیستم بانکی بازدهی داشته، خلق کرده، سود کرده و مردم زیان کرده. بانک ها و حلقه های قدرت اطراف اونها با خلق فیات از هیچ و خرید دارایی با اون فیات ها و کسب ثروت از اون دارایی ها، چک این خریدها رو به شکل تورم و بی‌ارزش شدن پول و کاهش قدرت خرید مردم که مردم بهش میگن گرونی، به اصطلاح میفرستن دم در خانه مردم. یعنی من به عنوان یک بانک چون امکان، مجوز، قدرت، توانایی خلق
فیات دارم که اون فیات رو اسمش رو برای مردم گذاشتم پول، میام و 1000 میلیارد تومان خلق میکنم. حالا باید به این فکر کنم این 1000 میلیارد تومان رو بدم به دوستم، بدم به شرکت تابع خودم، بدم به همسایمون، بدم به داداشم، بدم به همکارم، بدم به اون شرکتی که یواشکی یه جایی ثبتش کردم. به کی بدم؟ میدم به اون. 1000 میلیارد تومان رو میره زمین میخره، ملک میخره، شرکت های سهامی میخره، شرکت های غیر سهامی میخره، خصوصی یا عمومی، طلا میخره، نقره میخره، ارزهای دیگه میخره. کسب و کارها و بازی‌هایی که خودشون بهتر بلدن تو سیستم بانکی با فیات خلق شده‌ای که مال شماست، پول مبادلاتی کشورهای در واقع و مردمه، اون دارایی رو میاره برای خودش. تورم ایجاد شده توسط خود خلق فیات به اضافه اون عدد بزرگی که توی تأمین مالی به شما کمک میکنه. یعنی شما بخواید یک دارایی 2000 میلیاردی رو بخرید، یک قدرت خرید به شدت بالا دارید، میتونید چونه زنی کنید، میتونید ارزون بخرید، بسیار بسیار کارهای دیگه که میشه با فیات کرد، به این و اون داد. یه سری کارهایی که خودتون هم بهتر میدونید راجبش، دیگه من استندآپ نمی کنم، انجام داد. و این چکی که میدم که اصلا مهم نیست، من فقط یه چک دادم، گفتم برو اینو خلق کردم، کی بعد پسش بدم؟ 2 سال دیگه میخوام عددش رو ببرم بالاتر. میاد 1000 میلیارد میره خریداری میشه دارایی ها، و این چکی که داده شده برای خرید اون دارایی ها توسط فیات خلق شده میره دم در خونه مردم، من، شما و مردم کشورها که توی سیستم بانکی و حلقه قدرت اطراف سیستم بانکی نیستن، و اینها هستن که اون چک رو پاس میکنن. سودش رو کی میبره؟ بانک ها. داراییش رو کی میخره؟ بانک ها. این نکته اول، تورم به شدت بالایی که دلیلش خلق فیات بی پشتوانه است توسط سیستم بانکی. اما نکته دیگه چیه؟ نکته دیگه صدمه به بازار رقابتی. بانک ها وقتی قدرت تأمین مالی بسیار بسیار بالا دارن، اینکه شما الان میبینید تو کسب و کار خودتون با نقدینگی کم دست و پنجه نرم میکنید، پول نیست، میخواید مواد اولیه بخرید، میخواید کسب و کارتون رو بزرگ کنید، میخواید خیلی کارهای دیگه بکنید، و به عنوان یک صاحب کسب و کار میفهمید منظور من رو، که اگر میتوانستید دگمه‌ای داشتید که میتوانستید فیات خلق بکنید و خب 1000 تا خلق بکنید، 1 سال بعدش 1200 تا برگردونید سر جاش، میدونید که میتوانستید رقابت رو از اطرافیانتون سلب بکنید. این کاریست که بانک ها میکنن با ایجاد شرکت های تابع اطراف خودشون، خرید سهام های شرکت هایی که دوست دارن و دادن فیات رایگان به اونها با اضافه کردن فیات به ترازنامه خودشون، و اون فیات رو میدن به رقیب بقیه رو له میکنه. چیزی که الان تحت عنوان در واقع فروش لوازم خانگی خیلی میبینید و احتمالاً تبلیغاتش رو دیده باشید. لوازم خانگی، فرش، نمیدونم چه و چه، با اقساط 100 ساله بخر، اینجوری بخر و اونجوری بخر. اینها رقابت رو از کسب و کارهای دیگه در واقع تو این رقابت نابرابر له میکنه کسب و کارهای دیگر رو. چرا؟ چون شما توان خلق فیات ندارید، اما سیستم بانکی و حلقه قدرت اطراف بانک ها داره. نکته بعدی، این خلق فیات، افزایش بدهی های در واقع ریالی، دلاری، هر چیزی که در واقع تو کشور و سیستم بانکی هست، موجب چرخه های رونق و رکود میشه. چون بدهی، اعتبار، چیزی که وجود نداره در واقع، اون وام ها و تسهیلات میره بالا، قدرت خریدها پایین میاد، پول زیاد میشه، چرخه و سایکل، نرخ بهره مجبور کاهش پیدا کنه، در واقع کاهش نرخ بهره دوباره افزایش نرخ بهره برای کنترل اون چرخه رونق و رکود و تورم موجود و کم شدن یا زیاد شدن قدرت خرید مردم. این دوران رونق و رکودی ایجاد میکنه که مردم رو از نظر روانی صدمه میزنه. یعنی شما هی نگرانی، گرون شد، ارزون شد، گرون شد، ارزون شد، بودو داره میره بالا، وای بیچاره شدیم داره میاد پایین، و این چرخه صدمه روانی میزنه که بانک ها ازش نگران نیستن. چرا؟ چون وقتی که همه چیز دارد ارزون میشود، اگر من بتوانم فیات
خلق بکنم تا جایی که میشه میخرم، نگران چی باشم. پول هست، زیادم هست، فقط کافیه اینتر رو بزنی. میخوایم خیال پردازی کنیم، من جوک بگم، شما هم بخندید و دوره هم وقتمون رو تلف بکنیم. و اون هم اینه که خب چه میشه کرد؟ چه باید کرد؟ عموم مردم فکر میکنن دولت باید تورم رو بکشه پایین و این چیزیست که شما در اخبار و نمیدونم تلویزیون و نمیدونم این ور اون ور میشنوید و در مهمانی های خانوادگی که ای بابا دولت دوباره نتوانست تورم را بکشد پایین. چه در ایران چه در دنیا تفاوتی نمیکنه، شدتش فرق میکنه اما ذاتش نه. عموم فکر میکنن دولت باید تورم رو پایین بکشه. چرا؟ چون عوام رو از درک سیستم واقعی دور نگه داشتن. چند نفر میدونن اتاق پای چیه، نرخ بهره چیه، خلق فیات چیه، فرق پول و فیات چیه، سیستم بانکی دقیقاً چی کار میکنه، پردازش این وام ها و دست به دست شدنش و خلق 1/100 یک پول پایه‌ای که وجود داره و 100 تایی که سیستم بانکی خلق میکنه چه شکلیه. نمیدونن چون نمیخوان که مردم این رو درک بکنن. و خب مسلما شما هم اگر دگمه‌ای داشتید که میتوانستید فیات خلق بکنید، اجازه نمیدادید که خیلی کسی سر از کار شما در. و راه حل بسیار خنده‌دار، بی اساس، بی پایه و حرف الکی که میخوام بهتون بزنم که با هم یک شوخی کرده باشیم اینه که برای حل اساسی تورم مردم و دولت باید بانک ها رو بکشند پایین. دولت نمیتواند تورم را بکشد پایین. و این یک طنزی بود که با هم دیگه مطرح کردیم. امیدوارم از ملاحظه این استندآپ کمدی لذت برده باشید. حرفایی که زدیم که بی‌پایه و اساس بود و برای خودمون دلخوشی خودمون و نکته هم که گفتیم اکثرش واقعیت نداشت. واقعا سیستم بانکی در جابجایی پول، بر تسهیل کسب و کارها، در اخذ وام و غیره این چیزها داره خیلی کمک میکنه. یه نکته ای رو میخوام بگم اینجا، خوب گوش کنید. نمیدونم آخرش هم هست، شاید خیلی یه حوصله نکرده باشم، ببینم مهم نیست، این حرفا خیلی اهمیت نداره. بریم همین طنز و چیزهای بلاگری و اینها ببینیم. امیدوارم که روز به روز کیفیت زندگیمون بره بالاتر. حتما شنیدید که طرف میره بانک میگه آقا من وام میخوام برای ازدواج دخترم، برای جهیزیه‌اش، من وام میخوام برای ازدواجم، من وام میخوام خونه بخرم، یه ماشینی بخرم، یه کاری بکنم، کسب و کارم به مشکل خورده، یه کمکی از بانک میخوام. بانک میگه برو عمه و دایی و خاله رو بیار، اینو بیار، نه اونو بیار، این کاغذو بده، 100 تا مدرک دیگه بیار، ضامنت کو، ضامن اونجوریت کو، گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر، غیر مواد مخدر. بفرما. عکس 2 نفره با رئیس فدراسیون اسکواش. کپی ریشه دندون عقل شهاب عباسی. بفرما. خیلی خوب. خسته نباشید. خب مدارکتون رو خب خدمتتون عرض کنم که 40 تا جواز کسب. بفرما. بله 47 برابر مبلغ وام سفته. بله بفرما. بله گواهی فحش خوردن در همسایه، گواهی داشتن کلیه سمت راست، کلیه سمت چپ، تانک راست، گواهی فوت خودتون. بفرما. فوت چی؟ گواهی فوت خودتون. بله. آره. فوت بنده. بله. یکی از مدارک بسیار لازم ما هستش، لطف کنید. فوت بنده. فوت بنده. نداره. بابا قدمن تشکر. آقا ببخشید یادم رفته. بفرما. ببینم. گواهی فوت بنده پاره نشه. درسته قربان. گواهی کشتن دندون عقل پسرتون در سن 16 سالگی. بفرما. گواهی به دنیا اومدن بچه کوچیکتون در 7 ماهگی. گواهی مادر آوردن بچه‌تون در 4 سالگی. این رو حسابی باهاش شوخی میکنیم و حتما هم شما دیدید. اما یه آقایی میاد تو، میشینه پشت میز مدیر بانک، میگه آقا با ما چی شد؟ مدیر بانک تا کمر خم میشه، میگه یه قربون دست و پای بلوریت آماده است. بفرمایید. خواهش می‌کنم. یه توصیه نامه دارم برای دریافت وام. در حال شما چطوره؟ تصدقتون برم، حالتون خوب هستین؟ چقدر وام می‌خواستیم قربونتون برم؟ 2000 میلیارد تومان. 2000 میلیارد ناقابل، خواهش میکنم. اشتغال زایی میفرمایین 2000 میلیارد؟ نه در تخصصم نیست. در تخصصتون نیست؟ کار تولیدی انجام میدین؟ اونم در توانم نیست. در توانتون نیست، خواهش میکنم.
پولو پس میدیم. فکر نمی کنم جزء برنامه‌م نیست. جزء برنامه‌تون نیست، خواهش میکنم. پول قراره تو ایران هزینه بشه؟ نه خیر، قرار فردا بعد از ظهر فرار کنم. بله خواهش میکنم. تا کی تو حسابتون باشه قربان؟ تا فردا صبح. اطاعت هم میشه. و با این شوخی میشه و مردم میگن ببین بانک ها چرا مثلا اینجوریه، چقدر مثلا بامزه است که به منی که میخوام ازدواج کنم وام نمیدهند ولی به اون آقای وام میدهند. واو چه نابرابری، باید به اونی که ازدواج میکنه وام بدن. این از فهم غلطی میاد که من بانکدار مگر دیوانم که وقتی میتونم پولی رو خلق کنم ببرم بدمش دست یک زوج نوجوان و جوان و که نه پسنداز درست حسابی داره نه درآمد درست حسابی، پس اون فیات رو با چه عددی میخواد به من برگردونه؟ خودش رو با التماس باید ازش بگیرم. شما بودید میکردید؟ میزدید رو اینتر فیات رو به اون بدید یا نه میدادید به آقای ایکس که 2000 میلیارد فیات خلق شده تو سیستم شما، بدونید واسه 1000 میلیارد 4000 میلیارد 5000 میلیارد چند سال بعدش برمیگرده، اون میبره حسابی، منم به عنوان خالق فیات میبرم حسابی. چرا بیام پولمو بدم به یه زوج جوان بازنشسته، نمیدونم آدمی که گیره بانک بهش وام نمیده، نبایدم بده؟ چه اتفاقی میفته؟ دولت به بانک ها میگه وام ازدواج بدید، بانک ها میگن آقای دولت اگر قراره وام ازدواج بدیم و مردم کمک بکنیم اولا اجازه بدید این سیستم خلق فیاتمون ادامه پیدا کنه. می‌بینید که ما چه انسان‌هایی هستیم داریم کمک می‌کنیم. پس دولت هم میگه که بله شاید دولت هم با این است، اونا هم با دولت هستن و سیستم خلق فیات ادامه پیدا می‌کنه. بعد میگه نسبت کفایتمون رو بذارید ببریم بالاتر، بذارید ما 100 برابر 200 برابر دارایی هامون چون چیزی نداریم خلق کنیم بدیم دست دوربریامون، حتما وام ازدواجم میدیم. و دولت هم این کردیت رو به ازای اینکه این بانک‌ها دارن در واقع این کار انجام میدن بهشون میده. بعدم میرم پیش بانک مرکزی، آقای بانک مرکزی ما میخوایم وام ازدواج بدیم، ما میخوایم وام مسکن بدیم، به کشاورزا به مردم ستم دیده، لطف کن های پولی رو ببر بالا، لطف کن تزریق بکن، لطف کن نرخ بهره رو بیار پایین، لطف کن و بانک مرکزی هم که نوکر دولته. این حرفا کدومه؟ یه سفره نشستیم دور هم، پس چشم به اسم وام ازدواج و 4 تا از این مواردی که دیدید سیستم ادامه پیدا میکنه. اون دور اطراف و حلقه قدرت اطراف سیستم به شدت تسهیلات بهتر، ارزانتر، دم دستتر، راحتتر با یه تلفن دریافت میکنه. فیات کاری نداره، میزنیم رو سیستم چاپ میشه میاد توی ترازنامه ما میدیم میره، اونم میره یه زمینی میخره تقسیمش میکنه، پاساژی میسازه، برجی میسازه، میبره بالا تقسیم میکنه میفروشه. خیلی خوب. و یه وام ازدواجی هم این وسط میدیم. پس به راه حل فکر کنیم. راه حل اینه که بریم به بانک بگیم آقای بانک تو باید وام‌های ازدواج بدهی، نباید وام‌های تسهیلاتی بدهی که به مردم صدمه بزند و نمیدونم کسب و کارها رو نابود کنن. نه، نمیتونی به یه گرگ بگی عزیزم تو گیاهخوار شو، خیلی زشته با این قد و هیکلت داری گوش میخوری، صدمه به طبیعت داری میزنی، محیط زیست رو داری از بین میبری، حیوانات دارن ناراحت میشن. نه، وظیفه گرگ، ذات گرگ، ساختار گرگ اینه که گوسفندها رو بدره. و امیدوارم که من نمیخوام در نهایت توصیه کنم، فقط گفتم یک مفهومی رو توضیح دادم، خودتون نتیجه بگیرید که اون چیزی که گفته میشه به عنوان طنز و توی اخبار بله دولت تسهیلات رو به بانک ها گفته که اینجوری بدن، در اصل به ضرر کیه به نفع کیه؟ مهلت بانک مرکزی به بانک ها برای آغاز پرداخت وام 10 میلیونی ازدواج امروز سررسید شد. امیدوارم که بیشتر راجعش فکر کنیم. شوخی کردیم، گفتیم، خندیدیم. امیدوارم لذت برده باشید و نمیدونم موفق باشید.